من بعد خودم ساعت خوبم تو شیدم که همه آقا میگه اگه تو روزگاه ورچه یعنی хочу лечиться у русского. این دختری تاجیک که 12 سال باز در روسیه کار میکند و جایزه ها گرفته است میگوید از چنین مناسبت که گاهی به بد رفتاری و دغلی نیز میگذرد دل سرد شده است. لیکن میگوید فریدون و از نام یک رفیقش که وی هم دکتر است چنین نقل میکند. ولی دختری شناخته تاجیک عبدالله دولتوف که بیش از 30 سال است در روسیه کار میکند و حالا مدیر دفتر یاری فوری در یکی از مرکزهای طبی فدرالی است میگوید شاید چنین حالتها زیاد نباشند. بنده هیچ بدرفتاری نسبت خودم احساس نکردم و از دیگر هموطنانی که در مسکو فعالیت کسبی دارند نشنیدم که نسبتشون یگان قانون ویر میکنی یا بدرفتاری شده باشد. در برابر این درست است که در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی گاهی میشنویم که گویا کسی نسبت هموطنان ما یا که دیگر غیر روس‌ها یگان بدرفتاری یا قانونشکنی کرده باشند. در شبکه‌های اجتماعی نه تنها دانش و لیاقت دختران مهاجر زیر سوال برده می‌شوند بلکه آنها را آشکارا مسخره و درباره‌شان بدگویی می‌کنند. پزشکی توقی پوش و پرستاری نقابدار دختران مهاجر به که درکارند. نیلیگال‌ها آزاد در بیمارستان می‌گردند. تیغ در دستی مهاجر از جمله برنامه‌های سیربیننده در یوتیوب که زیر آنها نسبت دختران مهاجر سخن‌های بد و تحقیرآمیز نوشته شده‌اند. با اندیشه همصحبت من دکتر عبدالله دولتوف یکی از سبب‌های کم شدن آبرو و اعتبار دختران در روسیه پذیرفته شدن قانون فدرالی سال 2011 است که دختران را با خدمتگار برابر کرد. سال 2011 قانون فدرالی قبول شد که تحت رقم 121 از 21 نوامبر که در اونجا دختران همچون یک خدمتگار همچون متخصصی کسبی که پیشتر بود یعنی یک الیت محسوب نمیشن و اونها همچون یک خدمتگارن چنانه که پیشخدمت‌ها در طربخانه ها یا که کوچروب ها یا که دیگرها یعنی تا درجه در ذهن مردم روسیه یک احساس پیدا شد که دختر هم با مثل همون دیگر کارگران قطاری که معلومات عالی ندارند مثل همونا قبول میشد و شکایت نویسی بیماران یا مزاجان نسبت دختران زیاد شده است. در عموم مشکلات بین دختران و بیماران هست. حالا در برخی بعضی پیشنهادها هم است که در قانونگذاری روسیه باید تغییرات وارد شود و دختران همچون یک صاحب کسب معرفی شوند که این مناسبت باید نسبتشون کاهش یابد. این چیز هست ولی باز هم تکرار میکنم که به قومیت و ملت هیچ وابستگی ندارد. اما همصحبت دیگری ما میگوید اگر یک مناسبت نسبتاً طاقت پذیری هست تنها به آن سبب که در اینجا کادرهای طبی نمیرسد و در مانگاهای بیمارستان‌های روسیه به طبیبان مهاجر احتیاج دارند. در این برنامه مطبوعات آزاد از همرئیس اتفاق عمومی روسیگی بیماران و عضو شورای حقوق انسانی نزد پرزیدنت روسیه دکتر علم طب یان ولاسوف پرسیده می شود که چرا ساحه تندرستی روسیه به دست زادگان آسیای مرکزی افتیده است. ولاسوف اظهار امیدواری می کند که جلسه بازنگری سیاست مهاجرت در ماه ایون این وضع را تغییر خواهد داد. اما همصحبت ما عبدالله دولتوف می گوید دختران را دیگر نمی شود مهاجر نامید چون شهروندی روسیه را دارند. حداقل در مسکو در ساختارهای دولتی و فدرالی ساحه بهداشت همه آنها فعالیت دارند که شهروندی روسیه دارند و قید کنند که مثلا در مسکو در همه درمانگاه‌ها نه کمتر از 70% متخصصان دکتران غیر روس‌ها هستند. این چیز گاه شاید در ذهن کسی هم بعضی اندیشه‌های ناخوبی را بیدار میکند
حتی در خاطر دارم که چند سال پیش وقتی که وزیر تندرستی مسکو جناب سلسوفسکی بود در شبکه تلویزیونی TVC از او پرسیدند که چرا غیر روس‌ها در درمانگاه‌های روسیه مسکو اینقدر زیادند. او با تبسم گفت که بله، از سبب آن که در ما متخصصان نمیرسد، تخصصان ساحه طب را از دیگر جمهوری‌های سابق شوروی قبول میکنیم، به خاصه از تاجیکستان بسیار هستند و گفت که دانسته باشید که دکتران تاجیک نبیره‌های ابن سینا هستند و خود را همچون صاحب خصم خیلی خوب معرفی کردند. شماره انیق دکتران مهاجر در روسیه معلوم نیست و با گفته وزیر تندرستی تاجیکستان تنها در سال 2022 1496 طبیب از تاجیکستان به روسیه کوچیده اند. از این شماره 1187 نفر پرستار هستند.